تو الان از من داری چی میبینی؟ یه چشم؟ یه بینی؟ دیگه چی؟ تعجب نکن. من از انجام دادن این کار یک هدف آموزشی دارم. میخواستم عیناً بهت نشون بدم که وقتی ما به آدما زیادی نزدیک میشیم، فرصت این که ما رو ببینند رو ازشون میگیریم. یکم از آدما فاصله بگیر، دور شو، نباش، اجازه بده تمام قد تو رو ببینند. ویژگی های مثبت تو، مهربونی تو، شخصیت تو، قدرت تو، این اعتماد به نفس تو نشون میده. بهش میگن جادوی حفظ فاصله، نجات بخش روابطه. ولی وقتی با آدم ها خیلی نزدیک میشی، این فرصت ازشون میگیری، دم دستی میشی، نه دیده میشی نه پسندیده میشی، چون آدم های تو دست و پای ضعیف چسبناک رو نمیشه دوست داشت. اونا حق دارن. تو داری اشتباه میکنی. دور شو، یه مدت نباش. من خیلی دوست دارم که این نکته ها رو بهت میگم. تمام.